قصه قدیر رو تو کتاب خوندم، نمیشه به راحتی ازش گذر کرد. علی انتخاب خود خدا بود، هر کی اونو انتخاب نکرد ضرر کرد. دستی که گرمی دست مادره، حالا توی دستای پیغمبره. از همه بالاتر دست حیدره. آقا علیه، هم خدا حافظی هم سلام ما یا علیه. اسمی که به زودی میپیچه تو دنیا علیه. مثل روز روشن حق با کیه؟ خب با علیه. علیو الحق و الحق و علی. علیو الحق و الحق و علی. علیو الحق و الحق و علی. اگه حرف حق و با جون میپذیرم، پس منم شیعه شدم اهل قدیرم. چون امامم با خدا خیلی رفیق بود، سمت چیزی که خدا نخود نمیرم. اونی که جانشین پیغمبره، صدقه تو نمازش انگشتره. با کاراش از خدا هم دل میبره. مولا علیه، اگه زهرا مادرم باشه بابا علیه. اونی که امیر مومنین تنها علیه. مثل روز روشن حق با کیه؟ خب با علیه. آقا علیه، هم خدا حافظی هم سلام ما یا علیه.